حتی میدونی برادر عزیز برای چی کودک وقتی که تولد میکنن کودک گریه میکنن میگه کو همینه برای چی نمیدونم برای چی باز من شما دارم میگم برادر عزیز برای همین поделиться که بوناشه انشالله استوریا که در ثواب خوش میشه پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو هریره روایت میکنه در صحیح بخاری تحت رقمی می نویسیم میشه 41 31 بود اگر خطا نکنم اون خیلی رقمش هست انشالله میگه وقتی که هر یک کودکی که تولد میشه میگه شیطان میگه میرسه میخپشه میگه امیدی با خپیدن میگه کودک میگه شیطان وقتی که میخپه کودک به همین خاطر میگه وای گریه میکنه میگم که وای میکنه بعد پیامبر در آخر چی گفت با گفت که غیر گفت حضرت مریم ای فرزندش حضرت عیسی غیر این می آدم دیگه گفتی گپو اکاز بعضی ها میپرسن که برای چی اکه رمضان حضرت عیسی را پیامبر عیسی را مثال اینجا مثال وای نکرد مثال سوالای کمتر نمیشه ده چیزو بنویسیم برای چی با میگم با خلاصه بعد ابو هریره گفت مسعود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مثال فهمیدی پناه میبرم از این شیطان ها و از اولاد شیطان ها همشون به سوی خدا گفت مثال دعا کردن برای همین این سببش در همین وقتی کودک تولد میشه و گریه میکنه اینا بدونن که شیطان مثال او را چقه میشه و میخپشه پای تموم گفتیم با کودک گریه میکنه سلام علیکم و رحمت الله پدریسه که اگر نمیدونسته باشی اگر ندونسته بودی که نه فهمیدیش بنویسون در کامنت که رمضان نه فهمیدی باشه نمیدونستم الله یستون کنه سلام علیکم